2 ماه خونه‌مو اکسسوری خریدم. من فقط دارم اونجا تا هفته اول هستم. خودم از اینجا پرت می‌کنم. من نمیدونم چرا باربی خریدم. کفش باهاش ست کردم. ببین یعنی واقعا کسی اسکول اندازه من پیدا نمی‌کنه اونجا. یه دونه لباس دیگه است. اونو میپوشم 100% میپوشم و میدونم که همه‌چون بهم حیف میشه ولی من میپوشم چون پول دارم بابتش. واسه آرام بخش گرفتم چون که میدونم کل زندگی به فنا میره. یه دونه تراپیست قراره بچه صحبت کنم چون کل مدت برنامه با هم دیگه در ارتباط باشیم. یعنی واقعا احساس می‌کنم دارم هم اسکوتری. و اگه اونجا موهام شپش زد یه احیانا یا مثلا چه می‌دونم شوره سر در اومد لطفاً تو ویدیوها در اومد بدونید که از این دو تاست پس میدونم که به خاطر موجه هم قراره دیس بشم تو یه سریال دوست ندارم موجه بلند اینجا چشه ببرم اونجا که همش چشام برای خودم باشه اونجا مثل اینکه خیلی گرونه زنگ بزنن خون کار بیاد مثلا تصمیم گرفتم خونم خیلی کوتاه بکارم اوکی و همه میشن گرفتم که اگه روشکت این زیر یکم داشته کنم خیلی خوابنده چشم سخت داره ان شاء الله که چشم نخوریم با پارتنر عزیزم فقط